قصه واقعی یعنی و باز دو رولیک دیگر درباره بیشتر برای خوانندگان و پدر و مادران می باشد. کودکان خود را آموزش دهیم برای استفاده کردن از بازی های موبیلی. کودکان هم بعضی وقتا به این دام ها می افتند و بازی های زیادی را بازی میکنند، به چنین دام ها می افتند. این رولیک ها هم نشان داده شدند در شرکت تلویزیونی رادیویی دیزاک ولایت دیزاک و در شبکه‌های اجتماعی. ما چنین لایه‌های موفق داشتیم. تشکر برگیده. من حالا یک بار کوشش میکنم پرزنتاسیا را با شما در نمایش گذارم. لطفاً بگید دیده میشه پرزنتاسیا؟ بله دیده میشه. Да, видим. Все, тогда мы вот сейчас рассказали о проектах. حالا ما صحبت کردیم در لایه‌هایی که سال‌ها گذشته بودند. آنها میتونن همچون ایده ها و سمت ها باشند برای لایه‌های نه. البته نباید تکرار شوند و امسال ما یعنی معین کرد 6 سمت اساسی را که ما در نقشه داریم ما درخواست بگیریم. من ها پیشنهاد میکنم که هر کدام این موضوع ها سمت ها را یعنی اشتراک شویم. سمت یکم این ایجاد محتوا در مورد سودناکی رسانه‌ای از رسانه‌های کسبی. همیشه ما میخوایم که آن در آزمون اشتراک کنند در کارمندان کسبی رسانه ها که صحبت کنند در مورد سودناکی رسانه‌ای و این مواد ها را در سایت های خود چاپ نشر کنند. ما محدود نمی کنیم. درخواست کنندگان فرمت ها و ژانر ها میتونه هر چی باشه، میتونه هم سیوژت ها باشه، ویدیورالیک ها، پادکست ها، کامیکس ها، هر چیزی که میتونه رسانه یعنی استحصال و تولید کند که جالب باشد برای مخاطبان و جایگیر کرده شود در ذخیره های آنها. همچنین ما در هر کشور یعنی اینجا نمایش های تئاتری بودن و امسال ما میخوایم که ادامه دهیم با تعداد زیادی یعنی مقدار زیادی ایده ها پیدا شوند که در بخش ایجادکاری یعنی کارها شوند و سودناکی رسانه پیش برده. و البته ما استفاده ممکن است که سپکتاکل یعنی تئاتر لختک باشد و تجربه داشتیم که ما با کودکان بسیار کوچک یعنی صحبت کرد در مورد سواد امنیت رقمی چگونه میتواند یعنی انتقادی بهادیم همین با مولتیک ها و یعنی سپکتاکل ها و چیز از هم مهم است که زل یعنی در همین کالا تالار یعنی جاب کرد. سمت دیگر این تشکیل کردن پلتفرم یعنی مباحثوی و هدف اساسی این پلتفرم این باید که بررسی متدهای یعنی این مانیپولیاسیون رقمی و دزینفورماسیون از زبان‌های قزاقی، تاجیکی و ازبکی و روسی باشد. این میتونه که کلوب کارشناسان باشد که در یک جا جمع شوند به طور منتظم بررسی کنند موضوع ها را در مورد سودناکی رسانه آدمان را جلب کنند که جالب باشد و بعد از بررسی یک معنی محاکمی باید برش هم به زبان محلی هم به زبان هر که راحت باشد برای مخاطبان. و این سال ما 2 سمت داریم طور مشخص کشورهای مشخص. سمت اول برای قزاقستان این تشکیل ایتیساف در میان اکینهای جوان در مورد سودناکی رسانوی اطلاعاتی و رقمی. بلیم ایتیش تلیم ایتیش چی است؟ شریک 21 یعنی اکین امپرویزاتور را یعنی دعوت کرد اول اشتراک کنندگان در کورس اشتراک کردن در سواد یعنی فکت چک چگونه را با بر اساس این دانش ها آنها چکار کردن؟ آنها یعنی ایجادکاران رفتار کردن و همه ویدیو ها ثبت شدن و این سمت مهم است برای قزاقستان. برای تاجیکستان امسال ما سمتی را کردیم سودناکی رسانه ای و یعنی و مهاجرت را انتخاب کردیم.
ما بینیم که هر روزه که مهاجران کاری با مشکلات زیادی در رابطه با اطلاعات یا از حد زیاد بودن و اطلاعات متضاد و یعنی پر از تضاد یا چگونه یعنی سنجیدن آنها استفاده کردن از یعنی برنامه‌های رقمی. البته در اینجا هم میشه لایحه برای تشکیل کرد تا اینکه این برای یعنی روانش باشد به مهاجر مشخص و همچنین سمت دیگر ما انتخاب کردیم با انکلوزیا. ما میخواستیم که لایحه های ما جلب شده باشد، همه نسل ها را جلب کند. ممکن است که لایحه هایی که یعنی نبیره با یعنی بیبی گپ میزند، پدر مادران با کودکان گپ میزنند، با فرزندان. این پادکست ها ویدیو ها میتونه باشند، میتونه که مخاطبان گوناگون که آنها متحد شدن به یک درباره یک موضوع گپ بزنند. ما میخواستیم ببینیم که ما فراموش در یعنی شبکه‌های آسیب پذیر آدمانی که یعنی معیوب هستند یا امکانات های محدود دارند باید فراموش نکنیم و در این مخاطبان میتونن بخش از لایحه های ما باشند. این هر چیزی بود در مورد سمت ها و موضوع ها و ممکن است که برگیده یا بلا چیزی میخواستید بگویید در مورد موضوع ها و سمت های یعنی آزمون ها. اگر نیست پس باز مشغولیت دیگر این درباره انیچ است. ما امسال ما درخواست ها را شروع کردیم برای قبول کردن. سوال هست چقدر یعنی لایحه ها را شما دستگیری میکنیم و مهلت برای گرفتن درخواست. همین این سال ما دستگیری میکنیم لایحه ها را، یعنی کمتر از سال گذشته. سال گذشته این سال میده کم تمام میشد و به طور میانه از هر کشور ما 3-4 لایحه را دستگیری. هر چیز وابسته از بودجت ها ما در نقشه داریم که فینالی برای هر کشور تا 3-4 لایحه در مورد مهلت ها که ما درخواست ها قبول میکنیم تا 4 دکامبر 2 دکامبر باز یک یعنی مشغولیت دیگر بازگشت به طور مشخص برای اشتراکانی که درخواست دادن. ما در اینترنت یعنی نشر نمی‌کنیم، ما با آنها یعنی تماس بگیرن در مورد لایحه ها صحبت کنیم که لایحه های خود را احتمالاً تکمیل کنند و بودجت چگونه است. ما نمیخوایم بودجت شما را محدود کنیم و یاد داشته باشید که لایحه نباید بیشتر از 3-4 ماه زیادتر نباید باشد، برای آنکه امسال امکانات تمدید کردن لایحه وجود ندارد. از این رو یعنی نیروهای خود را و ذخیره‌های خود را برای 3-4 ماه محاسبه کنید. همه سوال ها در چت. حالا یعنی درباره پلتفرم دیگر یعنی صحبت میکند. کیانوش چگونه ما استفاده میکنیم؟ کیانوش مرحمت، تشکر. یعنی شریکان اشتراک کننده من کیانوش است. من یعنی منیجر منطقه‌ای و مانیتورینگ و ارزیابی لایحه هستم و همونطور که یعنی شاید مشاهده کرد از این سال ما قبول درخواست از پلتفرم نو درخواست قبول میکنیم. حالا میخوام این پلتفرم یعنی چه شکل دارد، چگونه ثبت نام کردن و چگونه پیشنهاد کردن درخواست ها. ممکن است کدام از شما این کار کردید؟ اگر کسی نکرده است با دقت گوش کنید. اگر سوال پیدا شود سوال خود را پرسان شوید. حالا در لینک یعنی در اعلان نشان داشته، شما در اعلان ها میخواند از روی لینک یا پیوند وارد میشوید و صفحه باز میشود. اما اگر سوال پیدا شود شروع میکنم به توضیح. سوال بنویسید در چت یا اینکه از طرف میکروفون پرسان شد. همین صفحه باز میشه. اول ثبت نام کنید در این پلتفرم.
من بسیار بخشش میخوایم که در اینجا یعنی اینجا پلتفرم تنها به زبان اینترفیس زبان روسی و انگلیسی کار میکنه خلاص و شما نام خود را وارد میکنید نسب نشانی الکترونی و رمز یا پرول لطفاً به همین توضیحاتی که در زیر برای پرول باید که پرول 12 علامت عبارت باشد و یعنی در اینجا رقم یعنی ابتدا و هم یعنی حرفای ابتدایی و همچنین و هم یعنی یک سیمبولی مخصوص مثل یعنی ناخنک و چیزایی 12 علامت باید باشد در اینجا یعنی حرف اول و دیگر چیزها شما اینجا یعنی تصدیق میکنید یک بار دیگر هر کسی خواهد که با سیاست و هم مخفیت استفاده فعال ها و شرط استفاده سایت شما میتونید امین از روی یعنی لینک یا پیوند پیش بروید و صفحه نو باز میشود به زبان انگلیسی و شما میتوانید استفاده کنید از گوگل ترجمان گوگل ترنسلیت و زبان لازمی را از انتخاب میکنید و از اینجا قزاقی صحیفه به زبان قزاقی ترجمه میشه برمیگردیم همه چیز را پر میکنید اینجا یعنی قید میگذارید به رجیستراسیا ثبت نام را پخش میکنید اگر یکان چیز را نادرست کرد در این صحیفه یک یعنی پنجره سرخ با خطا پیدا شد شما اون چه خطا است و خطا را باید اصلاح کنید این را دوباره اگر همه چیز را درست یعنی پر کردید با پشت شما پیشنامه تصدیق میاد که شما در این پورتال ثبت نام شد لطفاً از روی یعنی لینک پایان پیوند پایان به این کار انجام دهید اگر چنین مکتوب نیاد سپام را یعنی بسنجید همه بشه با پشت اساسی میاد از روی همین لینک وارد میشه و در پورتال شما ثبت نام میشید حالا نشان میدم که این در شما چگونه شکل خواهد داشت شکلش را در شما ثبت نام اگر شما یک بار دیگه پورتال وارد شد شما یعنی نشانه پشته خود را وارد میکنید و وارد میشید در پیش شما این صفحه باز میشه اینترفیس به زبان روسی است و اگر چیزی نفهمید پشت من اینجا هست من اینجا میتونید با یعنی تگمه راست از طریق به زبان هر یعنی از گوگل ترنسلیت وقتی که این صفحه رو باز میکنید در نظر شما صفحه یعنی ورقه باز میشه هر ورقه برای هر کشور شما از ازبکستان قزاقستان یا تاجیکستان باشید شما صفحه خود را پخش میکنید فرض کنید شما از تاجیکستان هستید تاجیکستان را پخش میکنید یعنی دادن درخواست پدت زیافکو دادن درخواست در نزد شما صفحه نبود میشود شما انتخاب میکنید تاجیکستان ادیتان نام سازمان یا نام نسب خود را می نویسید مثلا من می نویسم کوانش آنالبایف میگید که یعنی حفظ کنید و در ادامه ورقه باز میشه از طریق سلش با زبان تاجیکی و زبان روسی هر سوال نشان داده شد شما نام فامیل خود را می نویسید یعنی نام نسب خود همه یعنی سطرها را پر میکنید شما در اینجا بارگیری میکنید بارگذاری برای تاجیکستان فرم بودجت را یعنی میگیرید و پر میکنید با فایل بارگیری میشد اگزیل است در این فایل
شما پر میکنید و آن را بارگذاری میکنید. برعکس در فایل پر شده را دوباره به سر جای خود بارگذاری میکنید. باز اگر کدام یا کاری فوری پس شما میخواهید چاقرانید اجرا کنید وقت میکنید و باز دفعه دیگر میتوانید دوباره وارد شوید و کار خود را از همون جایی تا همون جایی که توقف کرده بودید ادامه دهید. ما نمایش پیشکی شما میتونید چگونه درخواست شما چه شکل دارد میتونید ببینید. شما میتوانید درخواست وقتی که همین را پر میکنید شما می نویسید وقت میکنید پدات заявку درخواست را پیشنهاد کن، درخواست را قبول کن. و در صفحه اول شما میبینید همه درخواست های خود را شما داده بودید. شاید شما الکی داده بودید درخواست برای اشتراک در آزمون دیگر اینترنیوس. اگر شما بخواهید که این درخواست خود را دوام دهید پر کنید، یک دقیقه پیش یعنی تجدید شده بود، شما همه را پخش بکنید و باز برمیگردید به درخواست. همه یعنی کتک ها را پر میکنید یا سطر را. وقتی که شما درخواست را پیشنهاد کردید یا اکران شما تجدید میشه و شما درخواست پر شده خود را میبینید در همین جا و با پشت شما یعنی آگاهی میاد، مکتوب میاد که درخواست شما قبول شد تحت همین نامر شماره و یعنی منتظر باشید. بعد از آن که هیئت داوران یعنی قرار میکنن معین میکنن کی را راه دهند، شما مکتوب میگیرید و در یعنی پاچتا و در یا مکتوب تبریکاتی یا متاسفانه درخواست شما قبول نشد در ایدوتان و از هر زمان آن را شما میتونید بارگیری کنید. همینجا تگمه سرخ کرد یک یعنی ایکان که پی دی اف هست، شما میتونید آن را بارگیری کنید. شما هر وقت میتونید به درخواست برگردید و اگر اطلاعات در هیچ جا یعنی گم نمیشه و شما هر لحظه میتونید در حالت ضروری برگردید و یعنی اینجا داده های لازم را وارد کنید، آن را بارگیری کنید، باز یک چیز دیگر کنید. اگر یگان سوال دارید تا حال یگان سوال دارید، اگر سوال باشد در چت میبینم که هم به زبان روسی و هم به زبان تاجیکی، هر زبانی که برای شما راحت است می توانید انتخاب کنید یا بنویسید، پیشنهاد کنید. باز یگان سوال دیگر دارید؟ شاید کسی با یگان مشکل روبرو شدید. Да, конечно. اجازه است من یک سوال بدهم. با یک بار دیگر سلام، من جمشید معروفم از تاجیکستان است. یک حالتی بود که من خواستم که درخواست هم در یک فرمت خورد. یک مشکل پیدا شد وقتی که من فرستادم درخواست رو. بعد از آن که من همه چیز را پر کردم اون فرستاده نشد، عموما فرستاد. گفته میشه که این بخش شما پر نشد. من برم همه بخش ها پر شد، همه چیز را من پر کردم و بعضی وقتا به شکل بر خط استوب خطار میشد. اینجا چنین حالت نبود، ولی بعدا تنها چیزی که من توانستم انجام دهم من درخواست خود را به شکل اسکرین شات کردم از جایی که خطا بود و تمام درخواست را که من خواستم بدهم من هم اسکرین شات کرد و فرستادم و سازمان همدگان و من نتوانستم فرستم. چنین مشکل پیش آمد. وقتی بیگاه بود من نمیتونم کسی را پیدا کنم یا سببش را پیدا کنم. به خاطر همین
من این خطا رو هم نوشتم و اسکرین شات کردم در فرمت PDF و فرستادم. ولی و چیزی که خوب است، درخواست من به هر حال اینجا حفظ شده است، یعنی ناپدید نشده است، ولی من نتوانستم آن را فرستم و چیکار کردم و روز دیگر توانستم که این تگمه را یعنی بفرست را استفاده کنم. ببینم که احتمالا من درخواست شما را ممکن است یک چیز را فراموش کرده اید، یگان بخشش را، ولی به هر حال اگر مشکل پیدا شما می توانید به ما مراجعه کنید و در حقیقت ما برگزار کردیم درخواست قبول ها در مورد دیگر آزمون ها در پلتفرم بیشتر است. 300 نفر ثبت نام شدن هم شریکان. البته بعضی ها مشکل پیدا میکنن با ثبت نام یا در وقت پرکنی، ولی از طریق پلتفرم ما الکی بیشتر از 200 درخواست قبول کردیم. در حقیقت همه چیز یعنی مفهوم است، پر کرده همچون گوگل فرم است، کدام مشکلی نباید. تشکر جمشید، درخواست شما را قبول کردن؟ بله قبول کردم. من به پشت فرستادم، آنها به من نوشتن که درخواست شما قبول شد. احتمالاً فهمیدم، ولی روز دیگر من آگاهی گرفتم، خبرنامه گرفتم و یعنی تگمه یعنی بفرست را پخش کردم و فرستاده شد. روان کن یا بفرست. تشکر، سپاس بر شما. باز یگان سوال دیگر هست؟ باز یک بار دیگه میشه سوال دیگه. در ایدیوتون از یک سازمان چند درخواست را میتوان پیشنهاد کرد؟ یک یا دو؟ چقدر اجازت است؟ احتمالا میتونن که یک درخواست بدید و میتونن تغییر دهید، بهتر کنید، در بهتر کردن درخواست. من میخواستم پرسم اگر درخواست بدهیم، درخواست کننده الکی اون را فرستاده است، باز امکان دارد که او را تغییر دهد درخواست، یا اینکه از نو پر کند و که با یعنی نسخه قبلی تا تمام شدن مهلت یعنی 4 دکتر میتونید در درخواست خود تغییرات وارد کنید. حتی اگر فرستاده باشید آنها میتونید تغییر دهید. یک بار دیگر هم به همین شک می‌دارید، من نشان میدهم. شما همینجا وارد میشید، شما اینجا یعنی حالت هست فرستاده شد، شما یعنی درخواست خود وارد و هر چیزی که برای شما ضرورت است میتونید تغییر دهید. جای کار، نوشتن، اینترنیوز میتونید بنویسید، هر چیزی میتونید بنویسید، همه چیز حفظ میشه. تشکر. От одной организации одна заявка все-таки, да. به هر حال برای یک سازمان یک درخواست اجازت است. پس معلومه شد تنها یک درخواست. بله شما چی فکر میکنید؟ اصولا البته محدودیت است. از یک سازمان آدم میتونه چندین درخواست پیشنهاد کنه، ولی ما میفهم که دسته شما با یک لایحه با 2 لایحه کار کردن کار دشوار میشه. هیئت داوران را انتخاب و از همه درخواست های بهتری را شما چند ایده داشته باشید، شما چند درخواست میتونید، ولی میتوند که کیانوش باید که آیا بیشتر از یک درخواست ممکن است در پلتفرم پیشنهاد. هر انسان میتواند از طریق پلتفرم میتواند که چقدر که خواهد درخواست پیشنهاد کند. پلتفرم محدودیت ندارد. باز یک یعنی وضاحت میخوام. البته سوال من میخواستم یک لحظه رو معین کنم. وقتی که در امسال
یگان چیز پیشنهاد کدام لایه ها رو شما دستگیری میکنید، کدام موضوع رو شما اینجا یادآور شده، شما منتظر میشد درخواست رو از یعنی رسانه های کسبی تنها در این سمت یا سقیدی هم در نظر رسانه ها نوشته شد. باز گفته شد که منتظر میشد درخواستان از یعنی رسانه های کسبی. پس اینجا در نظر است رسانه به طور عمومی یا سقیدی یا اینکه از در این سمت فقط تنها از رسانه منتظر هستید درخواست را. در حقیقت دادن درخواست میتواند همه یعنی مسئله در آن است که محتوا از جانب ژورنالیست ها اگر یکان سایت یکان فراغتی یکان سایت دیگر شما محتوا به طور منتظم و شما طور خود را دارید، شما داریم با ما داریم بار صحبت که کانتنت یعنی ایجاد میشد که در سایت شما نشر میشود و که این البته رسانه باشد. تشکر. سوال بود در مورد بودجه. ما میتونم ورقه بودجه رو توضیح دهم، نشان دهم. بیایید کوشش میکنید. Мы не делали специальную форму. شما میتونید پر کنید مبلغ یعنی تخمینی از روی تاجیکستان، شما از روی قزاقستان یعنی برای تاجیکستان حتمی نیست پر کردن در حال بودجت یعنی فقط به کدام مبلغ لایحه هست و برای کدام فعال ها کدام خراجات یعنی جدا میشه. ولی اگر شما امکان داره خواهش داره که به طور مفصل بفهمید با کدام مبلغ شما یعنی حساب میکنید، میتونه این ورقه را پر کنید. آن را باید که بارگیری کنید از پلتفرم و در اینجا چند یعنی چیز است بخش ها داره، یعنی این موزیکار کارمندان است، راهبر لایحه هماهنگسان لایحه، حسابدار، باز آدمان دیگری که کار میکنن احتمالاً در یعنی آدمان را در بخش کارمندان است که آدمانی لازم هستند که به شما کمک کنن برای تطبیق لایحه. ممکن است اپراتور باشه، کارشناسان باشه در مورد سوادناکی رسانه‌ای یعنی طراح یا پالیگرافی و هر کسی که شما دعوت میکنید، ولی در تشکیلات شما در یعنی روی خط کارمندان شما نیستند. شما میتونید آنها غیر اشتاتی شخصان یعنی واقعی و شما در پایان دارید خریدها، ما این را از جا میگیریم. ما در یعنی چارچوب ایدیتون هیچ چیز از تجهیزات خریدار نمیشه. ممکن است که کافی بریک بوده واسطه‌ای یعنی تحریری دیگر خراجات مستقیم برای اینترنت، اجاره دفتر و خراجات دیگر در هر جا شما ببینید که اینجا فایز ها هستند، همه را اینترنت بیاد یا اینکه چند درصد شما احتمالا در مورد اینترنت پول دارید. الو Можно просто расписать это все вместе и зарабатывать вместе. Вот. مشکل فنی پیش اومد. Есть еще у кого-нибудь? Да, можно. من فکر می‌کنم به سوال شما جواب دادم. А может быть еще какие-то вопросы у кого-то есть? باز یگان سوال دیگر دارید؟ Да. Спасибо. تشکر. Сәлеметсіз. Менде бір сұрақ бар еді, мына не бойынша
перформанстар боюнча біз жаңа сіздер көрсеткен сөздер ғой, шартында міндетті түрде көрермендердің қатысуымен болу керек деген. Сол бойынша жауап бере аласыздар ма? شما اینجا نشان دادید که Яғни қойылымдар бастамай-ақ көрермендердің қатысуы болу міндетті ма? Әлде ол ما اینجا حتما باید اشتراک کننده ها باشن жоқ, прям و شرط های اساسی حتمی жаңағыдай көрермендермен байланыс болмайды десеңіз, ол да қабылданады. Бірақ бізге бәрібір де, мысалы, бір медиа сауатты, біз мысалы бір мюзикл қойып кеттік, немесе бір театрда түсірілім қойып кеттік, жай ғана болды және көрермендер қайтып кетті емес, бізге білу керек олардың реакциясын. Оларға ұнады ма, олардың бір жаңағыдай деңгейі өсті ма медиа сауат شما باید بدانید درباره مخاطبان این محتوا مفید بوده است یا نبوده است و جالب بوده است یا نبوده است. олардың деңгейі өсті ма, білім артты ма. برای چی با ما مخاطب است؟ ما میخوایم بفهمیم تا چه اندازه این مهم خواهد بود و مفید خواهد بود برای مخاطبان. من میخواستم بدانم در مورد یعنی حسابدهی. Давайте я переведу вопрос, чтобы все остальные понимали тоже. Вопрос был про то, что в каком سوال در مورد اون که چگونه یعنی حسابات سپرده میشن و در مورد یعنی گرانت های خرد اینترنت و یا فرم های دیگر. Нет, мы еще не ответили. По малым грантам, я не знаю, у них немножко отличается, потому что у Асхатов, кажется, немножко другие формы были. У нас надо ежемесячно сдавать отчеты, и у нас в основном вам нужно сдавать полностью все отчеты. Например, если вы провели тренинг... شما همه حسابات را باید پیشنهاد کنید. Возрасты, где они работают, какие-то данные тоже. И фото, видео. و ویدیو. И у нас немножко و البته کار ما کمی فرق میکنه از گرانت های خرد. ما یعنی سنجش ها را یعنی حساب ها را برگزار هر ماه باید یعنی حسابات باید صورت در مورد در اینجا سیستم دیگری حساباتی هست و اونجا مطابق شرطنامه وجود داره بر اساس شرطنامه در مورد یعنی گرانت های خرد و در حقیقت یعنی حساباتی یعنی در مقایسه با دانه‌های دیگر یعنی آنقدر مشکل نیست. طلبات یعنی غیر فوق العاده چیزای استاندارد چیکار انجام شد، کدام مشکلات بودن، کدام نقشه ها دارنده است و حجت های تصدیق کننده روی خط اشتراک کنندگان، تست ها، عکس ها، ویدیو. امیدوارم که به سوال های شما جواب دادیم. در چت باز سوال هست، یعنی فعالیت را کی میتونیم شروع کنیم؟ ما ادتان یعنی تا 23 دکتر است معلوم میشد که یعنی غالب خواهد شد. باز یک هفته میشد که پیشنهاد شما رو یعنی با منیجر گرانت یعنی پروژه خود را تکمیل کنید، لایحه خود را تکمیل کنید تا اینکه بعد از این درخواست شما فرستادن برای تصدیق دانرها. ممکن است 1-2 هفته لازم شود. بعد از تصدیق ما شرطنامه امضا میکنیم برای هفته. بهترش حساب کنید که لایحه ها از ماه فوریه یعنی سر میشوند. البته این مهلت نهایی است و از فوریه ماکسیمم 3-4 ماه، فوریه، مارس، اپریل، مای، ممکن است که ایول. ولی به هر حال یعنی قوه های خود را حساب کنید که همه چیز را در مهلت یعنی انجام دهید. ولی نه بیشتر از 3-4 ماه لایحه باید یعنی ادامه پیدا کند، دوام پیدا کند. Так, еще у нас есть вопрос, похож на казахском даже. Да, у нас Ерсин спросил по поводу участия. Заявки можно подавать от ИП, и обязательно ли, чтобы это ИП
было на имя заявителя. Если у вас в команде есть у кого-то ИП, вы можете, в принципе, использовать его ИП, не обязательно именно там, чтобы от Евсена было ИП, но чтобы это ИП было зарегистрировано ранее, чтобы оно, ну, какой-то опыт, чтобы ИП было. Да. Спасибо. У кого-нибудь есть еще вопросы? Так. Да, Если ну вот вопросов смотрите, нет, еще да, мы можем уже заканчивать, да, если нет вопросов. اگر سوال نباشد ما در همین جا تمام انجام بدیم. در مورد سمتا بیلا چیزی میخواستی بگویی؟ я просто контакты напишу, чтобы если вопросы будут, чтобы адресно задавали нам. Да, и я вот хотела последнее сказать по من направлению. میخواستم بگم در مورد سمتا ما این 6 را نشان دادیم و من از تنها 6 سمت را شما یعنی پیشنهاد کنید. اگر شما یک لایحه دیگر که شما در مورد ضرورت و اهمیت آن برای کشور خود شما سمت میتواند دیگر باشد، سمت موضوع میتواند دیگر باشد. شما باید در مورد مشکلات مخاطبان خود را یعنی باید در نظر بگیرید. اگر سوال نیست در اینجا ما با پایان میبریم. تبونیستان تاجیکستان ما حالا کار میکنیم با لایحه مال در مورد مهاجرت. آیا ما میتوانیم یعنی هم مبلغ گذاری کنیم با شما اگر چنین امکانیت هست؟ من فکر می‌کنم چنین امکانیت هست. اگر لایحه شما در مورد سوادناکی رسانه است که هدفهایی که اینترنت داره و البته زنگ زنید در این باره صحبت میکنید. بله باز میتونیم در این مورد صحبت کنیم. من درباره هم مبلغ گذاری گپ میزنم. Можно я тоже вопрос? Да, давайте У вначале, Саида хороший вопрос. да, давайте вначале ответим на вопросы с чата. Белла, ты ответишь, да? Да, у нас нет конкретной чувствительной темы, из-за которых мы не рассматриваем, но есть политика Интерньюз. Например, мы не поощряем, вообще, наоборот, даже пресекаем какую-либо дискриминацию, это может быть расовая, языковая, гендерная, любая. Но все мы должны быть именно по медиаграмотности, без ущемления каких-либо тем. Можно еще один вопрос? Да. Да. Скажите, пожалуйста, как бы принимаются такие проекты, если устраивать кинопоказы иностранных фильмов с обсуждениями на разных площадках? Ну, кинограмотность в этом году была, да, вы хотели ответить, да. Да, в принципе, в прошлом году такие проекты у нас уже были. Гульнар Ларионов она проводила тоже. Там были и казахстанские фильмы, и зарубежные фильмы разбирали. Но если вы что-то привнесете туда, что-то новое, если вы считаете, что это очень важно, то, в принципе, вы можете подать, да. Көп рахмет. Есть ли у нас еще вопросы? Ну, если нет, тогда мы можем... Давайте тогда почту напишем свою, чтобы обращались участники, если какие-то конкретные вопросы будут. Так, спасибо всем большое за то, что приняли участие в нашей сессии. Ждем ваших заявок и ждем на Эдитон. Спасибо, до свидания.